سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: امضای قرارداد پروژه مهم به ارزش 81 میلیون افغانی در ولایت تخار توسط وزیر آب و انرژی، سفر هیئت به ریاست معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت به ایران و کمک مالی اتریش برای برگشت کنندگان به کشور. امروز شنبه 13 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: وزیر آب و انرژی ملا عبداللطیف منصور قرارداد پروژه بخش نهم تحکیم کنارهای یتیم تپه مربوط ولسوالی در قد ولایت تخار را با شرکت ساختمانی به ارزش 81 میلیون افغانی امضا کرد. وزیر آب و انرژی این پروژه را از نظر جلوگیری از تخریب کنارهای رودخانه، حفاظت از زمینهای زراعتی در ولسوالی در قد و تامین مسئولیت جان و مال باشندگان این ولسوالی ضروری و حیاتی خواندند. هیئت به ریاست مولوی باز محمد، فیضان معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان به منظور اشتراک در نمایشگاه‌های وسایط زراعتی و تکنولوژی‌های نوین آبیاری به تهران سفر کرد. این هیئت علاوه بر اشتراک در نمایشگاه تخصصی تهران، در نشست‌های دوجانبه تجارتی بیدوبی با شرکت‌ها و نهادهای فعال در بخش زراعت، آبیاری و تکنولوژی مربوطه اشتراک خواهد کرد و از بخش‌های مختلف آن نیز بازدید به عمل خواهد آورد. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که محتسبین در ولایت بامیان و بلخ دو جادوگر حرفه‌ای را بازداشت کردند. این جادوگران با انجام اعمال غیر شرعی از مردم پول دریافت می‌کردند که پس از بازداد به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. و در آخر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که اتریش 1 میلیون دلار برای حمایت از برگشت کنندگان افغان کمک کرده است. با گفته نهاد مذکور، این کمک ها به خانواده‌های برگشت کننده کمک می‌کند تا با امنیت و عزت به خانه‌های خود برگردند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.